الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 43 عقیده هستیم. در درس 42 در هفته گذشته سر موضوع استعانت صحبت کردیم که بعضی از نقاطش مانده که اون نقاطش هم باید انشاءالله امروز سرش بحث میکنیم. در قسمت استعانت ما شما در هفته گذشته در لغت و در اصطلاح و منزلت و یاش خواندیم، حکم استعانت هم خواندیم. یک نقطه که بسیار در موضوع استعانت مهم است در باب عقیده مسئله عالم اسباب است و مافوق اسباب است که انسان همین نقطه که کدام چیزا مربوط به اسباب میشه و کدام امور مربوط به مافوق اسباب میشه و این بسیار آسان است. عالم اسباب همین عالم است که ما شما زندگی میکنیم. الله جل جلاله برای ما شما مثلا دست داده. وقتی که دست داده یک وسیله، یک سبب است برای خوردن غذا، برای کار کردن. پس این حال ما شما باید از این وسیله استفاده بکنیم. پس اینمی قسم که دست داریم برای کار کردن استفاده از استفاده میشه. پای داریم برای رفتن، عقل داریم برای فکر کردن، حس داریم که در مسائل محسوس از او استفاده بکنیم. این حال مثلا اگر یک نفر پیش دکتر میره، تداوی میکنه، عملیاتش میکنه، معالجهش میکنه، این کلش شامل میشه به عالم اسباب. مثلا دکتر از نگاه مسلکی و علمی معاینه میکنه، ضربان قلب مرا ببینه. وقتی که ضربان قلب میبینه این محسوس است و هم وسیله نشان میده برش که مسئله غیب نیست. نشان میده برش که اینی ضربان قلبش نرمال است، غیر نرمال است. اگر کدام نلش بند باشه یا در برق، مثلا قلب برق داره، سیستم برقیش خراب شده باشه، پس همین چیز داره دکتر متخصص با وسایلی که داره او را تعیین میکنه و بالاخره دوایی میده که اونمو مشکلی که وجود داره او را جور بسازه. پس این عالم اسباب است و همی که الله سبحانه و تعالی بر ما عقل داده و علم داده. از این خاطر اگر یک نفر پیش دکتر میره هیچ وقت مخالف قضا و قدر الهی نیست. چرا؟ اگر در تقدیر تو مریضی و شفا هست، در تقدیر تو دست هم است، در تقدیر تو عقل هم است، پس تو هم در تقدیرت است. تو چرا از عقلت استفاده نمی کنی؟ یک نفر از عقل خود استفاده نمیکنه، میره خود در بین چا میپرته، میگه در تقدیر من رفته که من خود در چا پرتم. در تقدیرت خود عقلت هم رفته که باید از عقلت استفاده کنی. اینجا الله برات گفته که خدا ناقی نکش. تو میری خود به زور در چا میپرتی. اگر در تقدیرت مردن است، در تقدیرت عقل هم است. پس اینجا جای عقلت است، باید از اینجا استفاده بکنیم. این عالم اسباب عالم هست که در او انسان الله برش امی صلاحیت داده و امی تصرف داره. پس انسان در عالم اسباب کار میکنه. ما در عالم اسباب پیش دکتر میرم، ما در عالم اسباب میرم پیش دکتر مرا تداوی میکنه. پس این اسباب است، دوا میگیرم. این عالم اسباب است. این کار پیغمبر هم کرده، صحابه هم کردن و علمای بزرگ و فقهای اسلام هم کرده. پس این مخالف چی نیسته؟ مخالف اسلام نیست، بلکه اسلامی را چی میکنه؟ تایید میکنه. اگر تو مریض هستی پیش دکتر نمیری، در خانه افتادی و به هلاکت میرسی، تو مسئول هستی پیش الله، تو خودکشی میکنی. پس انسان باید در عالم اسباب حرکت بکنه و از عالم اسباب استفاده بکنه. این مایات، جامدات، گازات، وسایل یا کلش طب، علوم، درس، کلش شامل عالم اسباب است. پس انسان مسلمان از عالم اسباب استفاده میکنه. نقطه دومش عالم مافوق اسباب است. عالم مافوق اسباب چی است؟ که این مربوط به خالق متعال میشه. او مربوط به آیت شریف میشه که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یک نجار میخواد یک میز بسازه.
نجار اینمی میز بدون چی ساخته نمیتونه، بدون چوب، بدون از اینکه وسایل داشته باشه ساخته نمیتونه. اما اگر الله بخواد که اینمت یک میز خلق بکنه، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میگه شو پس میشه. این حال وقتی که الله خواست انسان خلق بکنه خلقش کرد، روح بدمانه روح دمان. این حال ای مربوط به عالم ما فوق اسباب میشه، چون الله به اسباب مادی نیاز نداره. جهان خاص خلق کنه خلق کرد، موت را خواست خلق کنه خلق کرد. این حال اینی عالمی که مربوط به اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این مربوط به یکی از صفات الله هست. این حال اگر یک کسی برای یک مخلوق این صلاحیت میده، اینی غلط است. پس یکی عالم اسباب شد، یکی عالم ما فوق اسباب. عالم اسباب تا اگر برش یک خط بگیریم، عالم اسباب عالم است که ما زندگی میکنیم و الله برای ما اجازه داده که در این ما حرکت بکنیم. در عالم اسباب اینی عالم اسباب است. ما از شما کمک میگیریم مرا در موتر تا خیرخانه میرسانی، پس عالم اسباب است. خودت همین صلاحیت داری و ما در چوکات عالم اسباب از خودت کمک میخوایم. این استعانت در عالم اسباب است و این از مخلوق جایز است و مشکلی نداره. اما دیگه عالم ما فوق اسباب است که اینجا انسان تصرف کرده نمیتونه. وقتی که انسان تصرف کرده نمیتونه، دکتر بر جواب داد گفت تو دیگه شفا نمیافی. دکتر گفت که راه حل نیست برای تو، چی است؟ از این خاطر با عالم ما فوق اسباب رجوع میشه. مثل زکریا علیه السلام ازدواج کرد در عالم اسباب، ازدواج کرد در عالم اسباب که اگر یک جوان با یک دختر جوان ازدواج میکنه عالم اسباب است و امی ازدواج از اینا سبب میشه که یا صاحب چی شون؟ اولاد شون. زکریا علیه السلام هم ریش سفید شد، خانمش هم سنش پخته شد، خانمش در جوانی هم اولاد به دنیا ناورد و آل سنش به اندازه رسیده که دیگه بیخی ناامید هستن. پس زکریا علیه السلام دید که عالم اسباب قطع است. آل بغیر از که اراده الهی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پس رجوع کرد به الله و گفت که ربی اینی وهن العظم منی، پروردگار من امی استخوانم بسیار ضعیف شدن و اشتعل رأس شیبی، مویای سرم بسیار متسفید شده دیگه و در پالوی ازی خانم ما عاقر بوده یا خانم ما نازا هست. پس پروردگار و من نافرمانی تو هم نکردیم که پیش یک مخلوق برم. اینا فهب لی من لدنک، خودت برام یک فرزند بده. و به این عقیده بود که آل خود ازدواج کردن و خانم جوان بودن و خانم صحتمند بودن و شوهر جوان بودن این عالم اسباب است. آل از اسباب دنیایی من خطا شدم، آل من میخوایم که ما فوق اسباب اولاد بخوایم. الله جل جلاله برش گفت که ما برای تو یک فرزند میتیم به نام یحیی و در سن پخته و سن چیز. چرا؟ به خاطر از اینکه این مربوط به چی بشه؟ ما فوق اسباب. این حال اینی تقاضایی را که یوسف علیه السلام در عالم ما فوق اسباب از خالق کرده، متاسفانه بسیاری مردمایی که عقیده رو نمیفهمن همین تقاضا را از کی میکنه؟ از مخلوق میکنه. پس این کارش با آنچه که قرآن گفته در تکر شد نشد. پس وقتی که عمل انسان با آنچه که قرآن گفته در تکر شد، اینجا برای این نقص در چی پیدا میشه؟ در عقیده پیدا میشه. یعنی دقت، یعنی قرآن عظیم شان وقتی که یک قصه را میگه، هدف از این قصه این نیست که ما مثلا قصه را بخوانیم، بلکه از هر کلمه او قصه یک پیغمبر است یا هر قصه که در قرآن است، از هر کلمه از او یک درس اعتقادی گرفته میشه. این حال او لحظه که مثلا این پیغمبر الله طفل نداشت یا فرزند نداشت، خود بسیار پیغمبرها بودن قبل از این تیر شده بودن، آیا گفت که پروردگار بروی فلانی پیغمبر بر ما بچه بده؟ نگفت. آیا به قبر کدام پیغمبر رفت؟ آیا پیش کدام فالبین و جادوگر و تاویزگر رفت که برای من یک تاویز بده که خانه مشرک شده؟ ببینید همین کارا رو کلش این پیغمبر نکرد. چی کرد؟ رفت نماز خواند، عبادت کرد و سجده کرد و گفت دعا کرد، گفت ربی، ای پروردگار من.
و الله برش گفت که ما بر تو این فرزند برات دادیم. پس اینی گپایی که در قرآن عظیم الشان است، وقتی کسی قرآن نفهمه و درس عقیده را نفهمه کاری میکنه مطابق مزاج خود. اسلامی قسمی نیست که مزاج من ولو گپ مخوای دوست خدا هست ولا من اگه رفتم چی پروا میکنه. بعضی وقتا است که آدم میگه که پروا میکنه و پروا نمیکنه، لکن از نگاه عقیدتی ای پروا میکنه. ای که ما تو میگیم به نظر ما پروا نمیکنه، اینا نظر ما تو خود مسائل عقیده اعتبار نداره. اعتبار در عقیده ای است که ما عقیده رو یاد بگیریم، آنچه که قرآن برای ما درس داده و آنچه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درس داده او رو یاد بگیریم. اما ای که مثلا هر کس از نظر خود گپ بزنه و بگه والا فکر ما اوتر است، والا از موضوع کده از نگاه فکری و عقلی از موضوع کده افلاطون خوب عالم بود، سقراط خوب عالم بود، انشتاین خوب عالم بود، لکن آیا او یک انسان موحد و یک تا پرست بود؟ نه. و اموال میشون تا یک قسمت میرساندشونه که میگفتن که آی جهان که ما مطالعه میکنیم این جهان خالقی داره، اما پیشتر از اون مسائل غیبیات انسان با عقل نمیتونه درک بکنه. از این خاطر در مسئله عقیده یک نقطه بسیار مهم است که یکی محسوسات است، باید همیشه فکرتان باشه. 3 بخش است. یکی محسوسات است، معقولات است و غیبیات است. محسوس چیزی که حس میشه، معقول چیزی که با عقل درک میشه و غیب چیزی که با وحی فهمیده میشه. پس اینال 3 اساس است در عقیده: حس، عقل، وحی. اینال ما شما همین 3 چیز داریم در دنیا. کل چیز به همین 3 بخش تقسیم میشه. آنچه که در دنیا است و آنچه که در آخرت است، آنچه که برای مربوط به عقیده موضوع میشه 3 بخش است. یا محسوس است که او را به حست میشناسی، یا معقول است که او را با عقلت میفهمی، و یا چیز غیبی هست که او را با چی میفهمی؟ با وحی میفهمی. اینال عرصه زیرم الله برات داده. در محسوسات الله خطاب میکنه: افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. میگه چرا این انسان ها نظر نمیکنن؟ اینجا منظور نظر چی است؟ حس است. چرا نظر نمیکنی به طرف شتر؟ کیف خلقت؟ عقلت. پس این آیت شریف هم حست خطاب میکنه و هم عقلت. حست چه قسم خطاب میکنه؟ که نظر بکو به طرف شتر. در شتر چی است که نظر میکنی؟ خلقت شتره که چه قسم خلق شده. از این خاطر وقتی که یک دانشمند متخصص یک تفسیر ما خواندم، او عالم چندین صفحه تنها درباره خلقت شتر نوشته کرد. چرا شتر مثلا بینیای دیگه تو این قسمی است، از شتر یک قسم تو طرف پشت سر است سوراخایش. چرا لبای دیگه خوب آمد نرم است، لکس است؟ نه، لبای شتر خوب آمد کتا کشوال است، آمد سخت. چرا مثلا سینه ما و شما هم تو خالی است، اما سینه شتر اقق توشک بالش تکا دارن. بازی هر کدامش میگه که بینی شتر به این خاطر این قسمی تو کجک رفته، به خاطر ازی که ای در صحرا وقتی که میره در صحرا اسب بند میمانه، دیگه حیوانات بند میمانه. شتر خداوند متعال تو خلق کرده که وقتی که در اونجا میره، وقتی که ریگ و شمالک و ترا میشه، ای در بینی ازی داخل نمیشه. پس نیاز نداره که دستمال بگیره و بینی خودم با کم بگیره. قدرت خالق متعال او بینیش پشت سر قرار شمال در روش بزنه، این دقیقش نیست، هم روان است روان. این لباش چرا کت است؟ همین تفسیر افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اینا انسان متخصصی که میگه که الله بر ما گفته که چرا نظر نمیکنین؟ نظر کنین ببینین قدرت الله را. چرا لباش کت است؟ به خاطر اینکه در صحرا است، تو میوه و غذایی که ما و شما میخوریم نیست. اونجا چه قسم است؟ بعضی از درختای خاردار است و خارش هم تو سیخ است که ما تو که دست خدا بانیم اون لبایش ساخته شده که این خار میگیره جویده میره که از خار مارش هم تو خورده میره. در این قصه ایش نیست. این زیر سینه از بالشتکای قدری بالشتکا برای چی هست؟ تو خوب بالش جور شده.
که این وقتی که دست سر صحرا که بسیار سرخ است خسته میشه، شطور که دم میگیره، قرار دمی سرش همی ریگی که مثلا خوب درجه حرارت بسیار قوی 50 و 52 هست، یک قسم ریگ یگان و خگیده باشن که داش جواری رو پخته میکنن، نه پلا پخته میکنن. اینمی بالشتکای زیر سینه ازی دست از مانده میشه و هیچ حرارت برش تاثیر نمیکنه. پس ایناله این سه نقطه را اگر انسان مسلمان بفهمه از نگاه عقیده، کل مشکل اعتقادیش حل میشه. که در مسائل حسی و مسائل عقلی و مسائل غیبی، برای حس الله وسایل حسی دادن، برای دیدن چشم برات دادن، برای شنیدن گوش برات ما دادن، برای بوی کردن بوی حس شامه بر ما دادن، برای که مثلا اشیا را لمس بکنیم حس لامسه دادن. ایناله این هم نعمتهای الله هست، به خاطر چی که در امور محسوس ما مشکل نداشته باشیم. در امور معقول عقل بر ما داده. وقتی یک چیز را قلم میبینیم، آیا این قلم این پوشش بیهوده هست یا روی یک هدف گذاشته شده؟ پس اگر قلم این پوش نداشته باشه، بسیاری وقتای قلم مارکر اگر شما مثلا 10 دقیقه پوش رو وسو کنین چی میشه؟ خشک میشه. اگر اینی قلم این سرپوشش نباشه، یا خودش خشک میشه یا جیبت چی میکنه؟ رنگ میکنه. پس اینمی کسی که قلم ساخته برای قلم حجاب جور کرده. چی جور کرده؟ حجاب جور کرده که نه خود قلم خراب شوه و نه کسی دیگر ضرر برسانه. خانم‌ها چرا حجاب میکنن؟ به خاطر ازی که نه خودش اذیت شوه و نه سبب اذیت دیگران شوه. این حالا اگه من حجاب از این قلم بکشم و در جیب خود بانم، شاید من بگم که پروا نداره، اما یک وقت سهل میکنم که پیرانم چی شده و در خانه برم بگم والله که چنان پاک نمیشه، زدی کالایت خراب کرد. چهارمغز چرا داخل پوش است؟ هر چیزی که الله خلق کرده چیز خوبش است، داخل چی است؟ حجاب است. چهارمغز اگر در پوشش باشه بسیار وقت نگاه کرده میتونیش، اما اگر از پوست کشیدیش درست نگاه نمیشه. بادام هم حجاب داره. یک زن دکترا داشت در امارات متحده عربی، رئیس یک پانتون بود. بازی رئیس پانتون هم بود، در تلویزیون گپ میزد، تو چادر این قسمی حجاب کرده بود، انتظاریش بود. بازی گفتن که تو رئیس پانتون هم هستی و این قسمی حجاب هم کردی. بازو گفت که هیچ چیز خوبی در دنیا نیست که به حجاب باشه. انار حجاب داره، پشت داره نداره. هر چیز خداوند چی کرده؟ با حجاب. حتی انسان ها هم وقتی که میسازن، آدمایی که مثل ما بی پرواز نی، موبایلش چی نداره؟ پشت نداره. این سعی کو تکه تکه شده. میبینی؟ اما آدمایی که با سلیقه هست، موبایل که چیز پوش خوبش داره، هم پوشک شواز میکنه بازسته. بله سلام علیکم. این حالا او با حجاب نگاه کرد، موبایل چی است؟ محفوظ است. من که به حجاب ساخته موبایل من، از این خاطر گفت که هر چیزی که الله در روی دنیا خلق کرده، او رو با چی خلق کرده؟ با حجاب خلق کرده. و زینت و ارزشش دمو چی هسته؟ دمو حجابش هست. و بعضی اوقات انسان مثلا میگه این بر روی مردا هم یک حجاب خلق کرده که ریش است. این کسی که ریش خدا کل میکنه میگه نخ شال نمیفهمه. یک وقت که پلدیش میزنه اگر یک قطره خون در کدام بخارش داخل وجودش شد، این برش سرطان خونی پیدا میشه. بازی که به سرطان مبتلا شد، با صاحب ریش خدا یک بلست میمونه، بازو وقت به دردش نمیخوره. از این خاطر هر چیزی که الله خلق کرده او اما ارزش خاص خدا داره. یک وقت مردم میگفتن که این مار بد چیز است،
دکترای طب آوردن در سر دواخانه عکس چی رو نصب کردن؟ چرا؟ به خاطر ازی که گفتن در مار هم، در زار مار هم به مرضهای دوا هست، ای که موتو نمیفهم مشکل موتو هست. پس اینال محسوسات ما مسلمان ها با حس خود، آنچه که محسوس است، مثلا کامپیوتر است، ما با حس خود کار میکنیم. اینه آنچه که معقول است با عقل خود از استفاده میکنیم. پس برای محسوسات الله برای ما حس داده، برای معقولات الله برای ما عقل داده و برای غیبیات برای ما الله چی داده؟ وحی داده. این حالا اگه وظیفه زیر ازی بگیریم، وظیفه زیر ازی بگیریم، چی میشه؟ یک نفر چشمای خود پت میگیره، میخواد از طریق گوش خود ببینه، میتونه؟ یک نفر گوش خود محکم میگیره، با چشم خود میگه من میخوایم گپ بفهم چطور هستی؟ و هم گوشای خود محکم میگه اون طرف دریا و استاد است، طرف چی میکنی؟ ماهی میگیری؟ و باز باش میگه نه ماهی میگیرم. خب من فکر کردم که البته ماهی میگیری. پس ایناله اگر بخوای که وظیفه چشمت از گوشت بگیری گرفته نمیتونی، و از وظیفه گوش از چشم گرفته نمیتونی. میتونی از طریق معده خون، مثلا خون تا به اعضای وجود روان بکنی. یعنی فرض من قلب خدا وسو میکنم، همین معده من نمیتونه کرده. پس وقتی که تو در این میشه تسلیم حکم الله هستی، وظیفه قلب از معده گرفته نمیتونی، وظیفه معده را از قلب. پس چطور تو میتونی که وظیفه که مربوط به وحی میشه او رو تو از چی بگیری؟ از عقلت. از این خاطر کسایی که با عقل خود در وحی مداخله میکنه چی میشه؟ عقیده چی میشه؟ خراب میشه. یک نفر میره پیش مولوی صاحب، والا مولوی صاحب همین قبر چطور است؟ مولوی صاحب برش میگه والا مولوی صاحب من نفهمیدم، والا عقیده من خراب شد. یک کس اومد گفت والا صاحب رفتم پیش یک مولوی صاحب، برای من بسیار گفت از درباره قبر و عذاب قبر و کیفیت عذاب قبر و این گپا مرا بیخی مولوی صاحب در شک انداخت. استاد آمدی مگه مرا قناعت میتی خوب نمیتی، من عقیده خود از دست میدم. گفتم برادر عزیز تو مولوی صاحب همین مشکل دارین که قبر غیب است. غیب است یا نیست؟ مربوط به غیب است نیست؟ عذاب قبر، راحت قبر غیب است نیست؟ پس تو مولوی صاحب شیشتین با حس و عقلتان میخواین که وظیفه وحی را انجام بدین. اینال اینجا وحی برات اضافه از چیز نگفته، آنچه که گفته او را قبول کن. اضافه بیشتر که چه قسم است؟ در مسائل غیب که وقتی گفتی چه قسم است، کیفیت چه خواستی، مجبور کیفیتش از چی استفاده کنی که بفهمی؟ از حست و از عقلت. وحی خود نگفته. در وحی گفت که عذاب قبر وجود داره. آلی چه قسم عذاب میبینه این نفر که در قبر است؟ شور است، شیرین است، کدام دنده برقی در جانش میآید، کدام ایره بیدار میکنه، ایره روحش پس میاره داخلش میکنه، نه ایره میبرد آسمان، ملائکه در جانش، کل این موضوعات. این حال آنچه که از این خاطر میگه مسائل اعتقادی که هستی چی هست؟ توقیفی هست. توقیفی چی معنی؟ آنچه که در وحی آمد دمو چی کن؟ توقف بکن. پس این حال اگر که میخواه که مثلا برای جان مقابل از وحی را از دل خود، از عقل خود، خب مولوی صاحب یا از حس خود کار میگیره یا از چی؟ از عقل خود. وقتی که میخوای برای بگوی جان مقابل قناعتش حاصل نمیشه، پس چی کرد؟ عقیدهش خراب ساخت. این حال اگر میخوایم عقیده ما جور باشه، باش میگیم برادر الله برای ما تو در دنیا محسوسات خلق کرده، برای محسوسات برای ما چی داده؟ حس داده. معقولات خلق کرده، برای ما تو چی کرده؟ عقل داده. و مسائل غیبیات است، برای ما در مسائل غیبیات چی روان کرده؟ وحی را. این حال آنچه که در وحی نیست در مسائل غیبی چی است؟ تسلیمی است، سکوت است. الله نزول میکنه، بله، چه قسم؟ من نمیفهمم. چرا نمیفهمی؟ غیب است. برای من میخواد گفته ید الله است، بله، چه قسم است؟ اگر قسمش ما شروع کنم
یا مجبور هستم ایر در حس پرتم یا در چی پرتم؟ در عقل. اما نه حس است وظیفه، چون غیب است، نه وظیفه حس است نه وظیفه عقل. یا مجبور منکر شوم، مثل که بعضی مردم منکر شدن گفتن نه خداوند دیت نداره. صحیح نه؟ اگر منکر شدی خواهیت قرآن منکر شدی. اگر کیفیتش خواستی مجبور هستی یا به این دستسازی تشبیهش کنی یا به دستسازی تشبیه کنی. باز برای چی پیدا شد؟ مشکل اعتقادی پیدا شد. فهمیدید؟ این کلید تمام اعتقادات است. واضح است انشالله. یعنی اگه آدم اینمی سه نقطه رو بفهمه کل عقیده جور میشه. ادب پیدا میکنی. در جای حس تمیگه که کمک کن. در جای عقل کمک کن. عقل کن. در جایی که حس و عقل کار نکرد مربوط به غیب میشه، مجبور چی کنی؟ تسلیم شی. سعی کن مثال دیگه. دروازه تک تک شد. صحیح؟ حس چی میگه؟ تک تک است. صحیح نه؟ حس دیگه چیز نمیگه. میگه دیگه بیادر من برات گفتم. آزارم نتی وطن دار. گفتم که تک تک است. عقل برات چی میگه؟ میگه پشت دروازه کسی است. حال پشت دروازه کی است؟ نه حس میفهمه؟ این حال چون هوشیار هستی با اشتکا که خود تسلیم میشه میگه برو دروازه را باز کن ببین کی است. پس تو طفل میگه که فلانی نفر. چرا تو نمیفهمی او طفل فهمید؟ چون او رفت دروازه را باز کرد. خب این حال نمی جهانم. خب پشت دروازه ما تفلک ما روان کردم و آورد بر من پشت دروازه فلانیست. باز دروازه تق تق شد. کتم یک فیلسوف شیشته. فیلسوف صاحب دروازه تق تق است. میگه بله تق تق است. پشت دروازه کسی هست؟ نه میگه این گپا ما به فلسفه چیز عقیده دارم. یک تعداد کساسن تو یک فلسفه میگه کل چیز زندگی خیال است. استاد خیال تو نمیده و بره تق تق است. نه خیال میبینی. یک شاگرد من در روانشناسی بود و میگه فهم کل دنیا خیال است. فلسفه زیاد خوانده بود. باز من میرفتم خوب بود یک بوکس محکم میزدم. چطور است؟ خیال است. یکی دیگه خیال است. 4 سال اینه میگه فهمیده. میفهم کل چیز خیال است. این حال پشت دروازه نفسش برآمد. این فیلسوف شیشته که چی است؟ خیال است. این دو قسم. باز دروازه تق تق شد. یک کس دیگه شیشته او چه قسم عقیده فلسفی داره؟ او میگه پشت دروازه که است. خب تق تق. حس گفت تق تق است. عقل چی گفت؟ پشت دروازه کسی است. آلی نفر میگه که من میخوایم که بفهمم، من میگم که اجازه میدیم من تفلک بره دروازه رو باز کنم. نه 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 من خواهی خودم برم دروازه رو باز کنم ببینم کیست. نه نه بیش استاد بیش. خب عقل داریم فکر میکنیم کی است؟ برادر از دایره حس و عقل خارج است. پشت دروازه است. میگه من پیداش میکنم. خب بشی تعویض داشته میکنه 34 32 35 36 37 39 40 کی است؟ اینی مرحله ایره چی میگن؟ تصور میگن. یعنی کاری که عقل کرده نمیتونه تو سر عقل یک چیز بار میگونی میگه برای من بگو. او دریور سراچه برات میگه او برادر این موترت که است یک نفر است کرن است یک کانتینر کلان از سنگ بار است نه؟ این برات میگه که این سنگ است موترک سراچه توی زیر برده نمیتونه. او موتروان میگه تو بانشه دمی سر سراچه میگه نکو که خراب میشی. این چند تن است 40 تن است و سراچه تو از 2 تن بالا باشه نمیتونه. میگه نه تو بانشه خواسته است وامی کاش میگه که کانتینر رو میبرن سر سراچه میمونه. سراچه چی میشه؟ در زمین پچق میشه. میگه پرسش کرد. من خب برات گفتم این حال عقل هم مثل سراچه است. عقل بیچاره میگه برادر من پشت دروازه رو نمیفهمم.
تو میگی نه من تصور میکنم. انسان اولین مخلوقی که در دنیا پیدا شد کی بود؟ آدم علیه السلام اولین انسان. صحیح نه؟ حس ما بر از این کدام سند داره؟ نداره. عقل ما داره؟ پس ما از کجا فهمیدیم که اولین انسان در روی زمین آدم علیه السلام بود؟ وحی. خلاص مشکل ما چی شد؟ چارلز داروین چی کرد؟ او گفت نه 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 نه. اولین انسانی که در روی زمین است ما باید پیدا کنم. تا دوید بالا دوید بالا دوید حالا تصور کرده میره. چه قسم تصور؟ مثل که پیشتر ما گفتم که دروازه تق شد. اجازه بدید ما بریم پشت دروازه ببینیم کیست. گفت نه پشت دروازه نیست. خود چه قسم خواهی پیداش کو کی است؟ باش ما فکر میکنیم شاید مولای صاحب عابد باشه. مولای صاحب عابد رفته نه ایسو برادر عمره رفته. شاید استاد کوثر باشه. شاید. ببین چی آمد؟ کلمه چی آمد؟ شاید ظن است، گمان است. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. گمان بر تو حق نمیره. وقتی که دیگه شاید پیدا شد صحیح نه؟ این شاید زیاد میگه. شاید فلانی باشه، شاید فلانی باشه، شاید فلانی باشه. خب 40 شاید میگه. آخر که میریم دروازه رو باز میکنیم که هی کل گپای از چی است؟ غلط است. آنچه که تصور کرده کلش چی است؟ غلط است. این حالا بعد از اینکه غلطی خدا فهمید خب ما رو هم زدید 2 ساعت ما رو چیز کردیم. اون نفر بیچاره هم در پشت دروازه 2 ساعت منتظر کرد. چارلز داروین اینمی قسم گفت اینمی اولین انسانی که در دنیا خلق شده. حس خو چیز محسوس نیست. نه روایت تاریخی از، نه کدام کتاب از، نه کدام چیز است نیافت. از عقل خود کار بگیره. حالا چه قسم عقل ما فکر بگم که اولین کس که در دنیا بود کی بود در قدر خو عقل میگه من نمیتونم. پس آمد تصور کرد رفت. چارلز داروین بیچاره در آینه سعی کرد دید که همین قواری ازی پیر شده شادی وارست. او گفت والا اصل ما چی بوده؟ شادی بوده. اینمی فلسفه داروینیسم تا اینمی علیه هم بسیاری مردم ها را در کفر مبتلا کرده. چرا این بیچاره نمیفهمه که او میخواه که عقل خدا از آنچه که تواناییش نداره از او که بالاتر سرش از او کار بگیره. او کار گرفتن نمیتونه. پس وقتی که کار گرفتن نداره خرابی میکنه. تو میبری شاگرد صنف اول مکتب میبری صنف اول پانتون میشینی. چرا؟ والا این بچه وزیر صاحب فلانی است پدرش گفته که همینجا درس بخون. این حال وزیر برای بچه خود خدمت کرد یا خیانت کرد؟ او طفلک بخی بی سواد میمانه. چرا که درس صنف اول او مطابق استعدادش سور یاد نگرفت با او نماندش و ای که شاندش ای از استعدادش بالا هست. پس عقیده اسلامی اساسش اینمی است که عقیده بر ما میگه که این حال در محسوسات از چی کار بگیریم؟ از حس. در معقولات از چی کار بگیریم؟ از عقل. و در غیبیات از چی کار بگیریم؟ از وحی کار بگیریم. پس مشکل ما حل است. این حال کسایی که در محسوسات از عقل کار میگیره هم مشکل برش پیدا میشه. میگه 10 نفر در یک اتاق 6 تا بودن چرت میزدن. امی ددان اسب چند دندان باشه؟ یک بچه جوان آمد گفت شما 2 نفرش سفیدا چی نشید؟ گفت حالا ما 2 نفر فیلسوف هستیم. گفت چی میکنی؟ گفت حالا یک هفته است ما ترنمی هستیم. این میگه 20 تا باشه، اون میگه 25 تا باشه، اون میگه 32 تا باشه، اون میگه 11 تا باشه. کل گپ ماسایمی که دمی دان اسب اون دو چیز است. نمیخوایم با حس خود ببینیم، میخوایم با عقل بفهمیم که دان اسب چند تا دندان است. شما لوده مردم هستین. وظیفه عقل نیست، وظیفه چی است؟ حس است. بفرمایید برین دان اسب باز کنین حساب کنین. خلاص در 1 ثانیه حساب کرد آمد پس برشان گفت این تعداد. این حال وظیفه حس از عقل هم گرفتن نمیتونی. وظیفه عقل باز از حس گرفتن نمیتونی. و وظیفه وحی را از حس و عقل گرفتن نمیتونی.
هر کدامش از خود چی دارن؟ وظیفه دارن. پس الله آنچه که در دنیا ایجاد کرده بر از او وسایلش داده و بر ما و شما معرفی کرده. اینمی هست که اینی از هر کدام ازی باید استفاده بکنی. اگر انسان از این استفاده نکنه اینجا برش مشکل پیدا میشه. این حال در عالم اسباب و ما فوق اسباب هم قرآن برای ما خبر میده. یک نفر میخواد که اولاد داشته باشه، برش میگه که عالم اسباب است و عالم ما فوق اسباب است. عالم اسباب چی است؟ اول تو باید وقتی که اولاد داشته باشی باید جوان باشی، عالم اسباب است. دوم باید ازدواج بکنی، عالم اسباب است. ازدواج اما تو نشه که تو بری یک خانم 67 ساله بگیری. سیز نه؟ ازدواج هم وقتی که تو 18 ساله هستی باید یک دختر 18 ساله برات پیدا بکنی و ازدواج بکنی. بازی که تو ازدواج کردی اینی شد عالم اسباب. پس عالم اسباب چی شد؟ پس ازدواج کردیم در کجا؟ در عالم اسباب. ازدواج در عالم چی است؟ اسباب. این حال بناهن اینمی اسبابی که تو ازدواج میکنی مشروع هست. باید با اینمی اسبابی که الله برات گفته اینمی قسم ازدواج بکنی. این مشروع شد. این حاله اگر عالم اسباب ختم شد مثل زکریا علیه السلام واره، خانم چی شد؟ عاقر چی مانه؟ یعنی خانمی که نازا هست. یکی نازا هست و دیگه هم چی هست؟ سنش پخته شده و شوهرم سنش چی شده؟ کلان شده که حالا وقت اولاد به دنیا آوردنش نیست. حالا عالم اسباب ماند یا خطا خلاص شد؟ حالا نوبتی چی آمد؟ ما فوق اسباب. این حال زکریا علیه السلام چی کرد؟ در قبر رفت، در زیارت کدام پیغمبر رفت، پیش کدام مولا رفت که یک تاویز برم بده، یا رفت گفت که پروردگار بروی آدم علیه السلام یا بروی نوح علیه السلام برام یک بچه بده. این حال گفت که ربی اینی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا. گفت پروردگار چرا دیگه گفت صاحب استخوانایم پوسیده شده، یعنی من دیگه جوان نیستم، پیر هستم، مویایم لکن پروردگار اولاد میخوایم. این حال ما فوق اسباب مربوط به اسباب نیست، این مربوط به الله است. اذا اراد شیئا ان یقول له کن، پس کن فیکون عالم کدام است؟ ما فوق اسباب است. این به کی تعلق میگیره؟ به الله تعلق میگیره. حالا اگر یک نفر این عالم ما فوق اسباب برای کی میته؟ بر مخلوق میته. والا من پیش فلان نفر رفتم تو بگی بر من یک امر نشته که العیاذ بالله که خانه ما چی شوه؟ اولاد شوه. این حاله او تعلق میگیره به کی؟ به خالق متعال. پس به الله رجوع بکن. اگر الله برات ما فوق اسباب داد میته، مثل زکریا علیه السلام. اگر نه که برات نداد خلاص تسلیم میشی برای آنچه که اوامر الله است. واضح شد نه انشاءالله عالم اسباب و ما فوق اسباب واضح است دیگه. خب این حال در استعانت اینمی موضوع بسیار مردمه که در شرک میپرته و فرق بین موحد و مشرک پیدا میشه در عالم اسباب. در این نقطه هست که استعانت دو قسم است. در مجموع استعانت به دو بخش تقسیم میشه. یکی استعانت مشروع هست و یکی استعانت غیر مشروع هست. چند قسم است؟ یکی مشروع و یکی غیر مشروع. استعانت مشروع یعنی سه قسم استعانت مشروع هست. خود استعانتی که مشروع است، جایز است، درست است، حلال است، خوب است. چرا این مسائل بسیار دقیق است. من تحقیق میکنم، یعنی ما عالم نیستم. ما بسیار بر مردم گفتیم برادر ما عالم نیستم، لطفاً مسائل فقهی از پیش من پرسان نکنین، فتوا نخواین از پیش من مفتی نیستم. کسی که مفتی است او از خود سند فتوا داره، کسی که فقیه هست او عالم است، فقیه هست، از بسیاری مسائل پرسان میکنه. باز من از استادای دیگر نمبرها رو برشان میدم. این برادر من نیستم. از این خاطر من تحقیق خودم میکنم
و زیادتر تحقیقات من در امور اعتقادی میکنم، به خاطر از اینکه در افغانستان در بخش اعتقادی مردم بسیار کم کار کردن. یعنی یک مولوی سه ببینید 10,000 مرتبه گپ زدن، یک روز در وجود خالق گپ نزدن. درباره محیط زیست گپ زدن، درباره حقوق کارگر، حقوق زن، حقوق طفل، حقوق فلان، کلش گپ زدن. این فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است، مباح است. اینقدر دمی هر جمعه که بری دل ما کفیده که یک عالم بخیزه و 99 نام الله را در سر منبر بر مردم تشریح کنه تا قلب مردم با الله تعلق بگیره. حالا بسیاری کسا بسیاری صفات الله را نمیشناسن. در این طرف شمالی بلوری، همین شمالی، در این دان شمالی همینجا مردکه ساز چالان کرده، در سازش برش بگو همین ساز خاموش کن. برو وطندار حال آمدی سر ما تو ساز خاموش کن، چطور است و چرا است؟ خب مجبور است گال در موتر ششتی، حالا اگه پایانم شوی کرده جنگ میکنه که حالا سواری ما بالا کردی و چطور کردی؟ خب مجبور کرده ششتی سازم چالان. در این پیش زیارت که رسید چی میکنه؟ عالی از الله زیاد میترسه یا از زیارت؟ اگه از الله میترسید خونجا برش گفتی که به خاطر زیارت الله همینه چی کن؟ نکرد، جنگ کرد. اما از زیارت میترسه. حالا اگه موتر ازی تکر میکنه یا برش یک مشکل پیدا میشه، اینمی نفع و ضرر از جانب الله هست یا از جانب از این مخلوق؟ این به کی نسبت میده؟ به مخلوق نسبت. حالا عقیده از جور است. چند فیصد مردم هم عقیده را دارن؟ 85%. خیلی بینی 85%. حالا 85% مردم عقیدهش کی باید جور بکنه؟ علما. همین 85% اگر یک 5% بی نماز باشه 80%ش نماز خوان است و در نماز جمعه کلش میره، لکن برش کل گپ گفته شده که فلانی شخصیت تو است، فلانی شخصیت تو است، فلانی شخصیت تو است، اما خالق متعال بر ازیا معرفی نشده. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه دیگه احکام درس داده، کلش چی بود؟ عقیده بود. و آیات مکی، در آیات مکی کدام آیاتی هست که در او احکام باشه؟ کلش موضوعات اعتقادی هست. کل احکام در 10 سال بیان شد، کل نظام اسلام، سیاست اسلام، اقتصاد اسلام، کل از اینا. لکن 13 سال اول کلش سر از این موضوع بود. لکن از ما چی گپ است؟ اینمی 10 سال میگیم، اونم 13 سال اولی فراموش است. از این خاطر مردم بیچاره ما چی هستن؟ نمیفهمن. خب این حال ما گفتیم استعانت مشروع چند قسم است؟ 3 قسم است. اول استعانت از خالق متعال است. استعانت از کی است؟ از خالق متعال است. این استعانت با قلب و عمل، با قلب پاک میشه. این استعانت چی میشه؟ که عقیده داشته باشی و قلبت پاک باشه، از طریق قلب انجام میشه و عملا هم میشه که از خالق متعال میخوای. من عقیده دارم ایاک نستعین، پس من میفهم که مستعان کی است؟ الله است. و من قلبم رجوع میکنه به کی؟ به خالق متعال و عملا دست خود بلند میکنه به بارگاه خالق متعال. پس اینی است بخش اول استعانت مشروع، که انسان عقیده داشته باشه که الله مرا در هر لحظه کمک میکنه و قلب خود بر الله تعلق بده و عمل خود عملا به الله رجوع بکنه، سجده بکنه. واسجد واقترب. و این دفعه گذشته هم گفتیم که ایاک نستعین اصلا چی بوده؟ نستعینک. این حال میگم این کافی که در آخر میامد کمک میخوایم الله هستو، این میگه ایاک در اول آوردن. چرا؟ این علما میگه که چیزی که حقش تأخیر است وقتی که تقدیم میشه اینجا حصر معناش نمیده که یعنی استعانت فقط از کی گرفته میشه؟ از الله گرفته میشه. خب این کلمات این چیزاش که یا تخصصی است چیزه. و او حدیث شریف هم خواندیم که عبدالله ابن عباس برش رسول اکرم صاحب توصیه کرد که اذا استعنت فاستعن بالله. وقتی که استعانت میخواستی از کی استعانت بخوای؟ از الله. او حدیث طویل است، ما شما در هفته گذاشتم خواندیم. دیگه چی است؟ این استعانتی که از الله خواسته شده مثالاش بسیار زیاد است در قرآن عظیم شان. همین قسم اول مثالاش بسیار زیاد است.
مثلا پیشتر قصه زکریا علیه السلام براتون گفتم که ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث باز الله برش میگه یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحیی. باز ببین زکریا علیه السلام چون در عالم اسباب فکر میکنه، باز میگه قال رب انا یکون لی غلام، میگه من چطور فرزند داشته باشم؟ دعا خود کرد. حالا پروردگار چطور امکان داره که ما فرزند داشته باشم؟ و کانت امراتی عاقره، و خانم مام نازا بود و در جوانی خود صاحب طفل نشد. و قد بلغت من الکبر عتیا، عالمه هم سن بسیار دیگه بالغ شده که آل دی سن کس اولاد به دنیا نمیارن. اینجا الله برش چی قسم میگه؟ از عالم ما فوق اسباب برش میگه قال كذلك قال ربك هو علی حی. الله میگه این کار برای ما بسیار چی است؟ آسان است. چرا؟ این ما فوق اسباب که به کی تعلق داره؟ به الله هست، به کن فیکون. پس او برای الله چون که کن فیکون، خدا کنه که تو 5000 سالان باشی، 90 ساله باشی، 120 ساله باشی، وقتی که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس این عالم ما فوق اسباب اینه میست. او علی حی. الله میگه این تو که فکر میکنی که تو انسان هستی و خانمت نازا هست و خودت سنت کلان است و مثلا ریشت سفید است و استخوانات ضعیف شده و موش سرت سفید شده، این چیزا در عالم اسباب بر تو تعلق میگیرن. اما الله میگه این بر ما آسان است. یعنی بسیاری وقتا است که کار را که مثلا مخلوق کردن نمیتونه، خالق متعال با یک لفظ کن فیکون. این حال نقطه دقیقی که در عقیده در اینجا هست، در اینجا هست که اونمو اراده الله که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعضی مردم که عقیده را نمیفهمن، اینمی صفت خالق برای کی میتن؟ برای مخلوق میره، برای مخلوق میگه که تو برای من بچه بتی، تو برای من دختر بتی، تو برای من صحت بتی. او مخلوق مثلا دفن از فلانی منطقه، این از اینجا برش میره، او روحش هم از اینجا رفته و او خودش بیچاره برای خودم روح داده نمیتونه، برای او میره که برای من چی بته؟ بچه بته یا دختر بته. صحیح است؟ این حال برای من بچه بته یا دختر بته، خب مسئله یحیی و یمیت است. این حال تو گرفتی در کار مخلوق خالق کی رو داخل کردی؟ مخلوق. و این بسیاری مردم ها نمیفهمن. شاید شما دوست خداوند است، از کرامت دوست خدا منکر هستی؟ برادر این مربوط به کرامت نمیشه. این خود اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یکی از خصوصیات خالق متعال است که این حتی پیغمبر نداره. حالا پیغمبر گفته میتونه که کن فیکون؟ پیغمبر نمیتونه. پیغمبر در مقابل چشمش اولادش چی میشه؟ فوت میکنه و او رو نجات داده نمیتونه. یعنی تو وقتی که پیغمبر بزرگوار است، از این خاطر بعضی مردم ها هست عاطفه احساساتی دارن، میخوان که صفت خالق برای مخلوق بده. وقتی که تو برش میگی که این صفت مخصوص خالق است، اینو به مخلوق نده، تو رو میگه که تو ولی این مردکه رو دوست نداری. نه خیر، من رو دوست دارم، لکن اون صلاحیتش نیست. اون کارش که مربوط به خالق میشه. باقی مانده درس هفته گذشته را گفتیم که اقسام استعانت، یکی استعانت مشروع بود و یکی استعانت غیر مشروع. امی مشکل اکثرا برادرایی که اینجا سوال میکنن، امی برادرایی هستن که یا میخوان که عقیده را دمی یک درس که آمدن کلش یاد بگیرن. ما امروز درس عقیده ما درس 43 است. درس 43. در درس 43 ما بسیاری از مسائل تابال مطرح کردن نتانستیم. یعنی کسایی که بعضی اوقات میدیم در صنفام روز یک نفر برام در تلفن میگه استاد اگه می اسماء الله الحسنا را با بشه، امیر برام در تلفن خلاصه شبو گویی دیگه. ما دلم بود مجبوریم خیبه یک دمی تلفن کدام کس همونجا نیست که یک لنگی 5 متره بر دستار بندی هم کنه، شاهدنامه هم بگیری. نمی عیب مردم افغانستان در اینمی است که حوصله درس خواندن ندارن، حوصله ندارن که درس بخوانن.
و چون حوصله ندارن، وقت هم ندارن. یعنی ماه رمضان است دیگه، مقصد میان باز مجموع درس های عقیده که ما در 41 درس یا در 42 امروز درس 43 مش است، این میخواد کل زیر دمی یک 5 دقیقه یاد بگیره و یک سوال کنه و جواب بگه. اینا این مسائل که است وقتی که سوال میکنه استادم نمیتونه در وقت کمی رو تشریح بکنه و اما فرموله ها و قواعد کوداره او رو هم درست استادم آمادگی نمی داشته باشه، بعضی اوقات تو پیش خود فکر میکنه و خود از این نفرم با اینمی شکل بسیاری کسا عقیده خود خراب میکنن. یک سوال 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای فهم عقیده را. از این خاطر اگر ما میخوایم که عقیده را درست بفهمیم باید برای فهم عقیده وقت بدیم و در حلقات درس عقیده منظم اشتراک بکنین. ما میفهمیم کسایی که در حلقات منظم اشتراک میکنن خود به خود سوالاتشون حل شده میره. کل مشکلی که در درس های ما ایجاد میکنه برادرای محترمی که مقطعی میین، مثلا یعنی در 43 درس در 2 درس آمده، این حالی ذهنش کاملا خالی است، با سوال پیدا میشه هم استاد در حرج میپردن. چرا استاد وقتی که اینجا یک درس میگیره آمادگی میداشته باشه، اما وقتی که تو سوالای دیگه که میکنی بسیاری وقتا او مجبور است بیچاره بگه که من نمیفهمم و برش چیز پیدا میشه، مشکل پیدا میشه و این خود از این راه حل نیست. یعنی برادرای محترم که ما شما چی میکنیم این اسلوب است در افغانستان ما دیدیم اکثرا این اسلوب است، لکن ما بسیاری وقتا مثلا یک نفر در سر راه ایستاده است مرا میگه استاد یک خانم مریض است و طفلکش هم 8 ماه در بطنش و ما میخوایم میره همین طفلش از چی کنیم مادرش نقص میرسونه. آخر ما برش گفتم برادر عزیز دی سر راه دی هفته و مرا استاد کردی، مسئله زندگی 2 نفر است، زندگی مادر است و زندگی طفل است. طفل 8 ماه در بطن مادر، او رو تو سقط جنین میکنی، مسئله قتل مطرح میشه، مادرش تو میگی که خودت قاتل گفته میشی. این مسئله سوالتون من جواب گفتن نمیدم، نه استاد برای من عمل عاجل جواب بگو من میرم شفاخانه او رو سقوط میکنیم. گفتم برادر عزیز و قانونشی است که 3 نفر دکتر طب با 3 نفر عالم فقیه متخصص میشینه، بازو 3 نفر عالم طب بر از 3 نفر عالم قناعت میده که دیگه هیچ راه نیست، ما اینی کار کردیم بنان هیچ راهی نیست که این طفل بانه. بازو علما اینمی یک کمیته میشه 6 نفر بازو فیصله میکنن که همین طفل سخت جنین شوه یا نشوه. تو آمدی در سر را من نه دلیل دکتر خبر هستم، نه مرض از طفل میفهم، نه مرض مادرش میفهم، نه مشکل از او میفهم. تو فقط برام بگی با اونجا میری در شفاخانه که طفل عاجل پچکاری کو بکشش بازیگر است که مردم پرسان که چی شد والا طفل 8 ماهه مرا خودم در قتل میگیری مرا در قتل میگیری. یعنی بعضی سوالا هست که بسیار مشکل از جواب گفتنش و بعضی مسائل است که او را آدم نمیتونه فیصله بکنه. فیصله مثلا باید چند نفر عالم و چند نفر متخصص طب باید بشینه با این علما بگه که اینی مرضش اینی قسم است، اینی طفل اینی مشکل داره، مادر اینی مشکل داره، اینی دوا را ما تطبیق کردیم امکان نداشت، اگر اینی رو بانیم طفل این تو نقص میکنه مادرش این تو نقص میکنه. باز بالاخره باز این 3 نفر عالمی که حق فتوا را دارن و عالم هستن و متخصص هستن بعد از او باز هم نشته میکنن که بله یعنی می طفلک میتونه که همین چی شوه سخت جنین شوه و تو آمدی در بین چارایی. یعنی این مشکل مردم ما داره. این حال از کشتن یک انسان کرده که او که طفل میکشه، تو که عقیده خود خراب میکنی خود میکشی. میشه در یک سوال 2 سوال کل مشکلات رو حل بسازیم. و این کسایی که در حلقات درس عقیده اشتراک نمیکنن و عقیده درست نمیگیرن یا خود به خودکشی میکنن. ما متاسفانه وقتی که ما برشان میگیم بسیاری کسا میگه والا استاد است یا میگه و یا چطور است یا چنان است و ما اکثر دیدیم در این درس آمده و اون موضوعی که سرش بحث میکنه و در 3-4 درس قبلی خوب مفصلا سرش بحث شده ولی وقت نداره نه CD رو میشنوه و نه در درس اشتراک میکنه و میخوایم یک سوال خود بله و نه خیر. این حال استادی که در یک موضوع بحث میکنه اگر میال از من بسیاری سوال پرسان بکنه من نمیفهمم. امام مالک بر 40 سوال آوردن 3-4 سوالش جواب داد دیگه گفت من نمیفهمم. به خاطر از اینکه مسائل علمی کس هر کدامش نقطه آمادگی گرفته میشه، آیات اونجا کشیده میشه، احادیث گفته میشه. اگر آدم تا شوی بر تو مثلا یک نفر یک گپ گفت برو صحیح است
قلخ بگی در گردن فلان نفر بزن و این نفر جور شد و این نفر جور شد رفت به کی عقیده کرد؟ به قلخ عقیده کرد. آیا این نفر که به قلخ عقیده کرد شفا دهنده کی را فکر کرد؟ یعنی کسی که صاحب نمی قبر است. ابراهیم علیه السلام میگه فاذا مرضت، وقتی که من مریض شدم کی شفا میده؟ الله میده. و این چی میگه کی شفا میده؟ یعنی صاحب قبر. پس ایناله آیا صاحب قبر عقیده داشت که من شفا دهنده هستم؟ عقیده نفری که درباره ازی کرد یه عقیده موافق قرآن است یا مخالف قرآن است؟ از این خاطر این تو مشکلات پیدا میشه. به هر صورت ما امیدوار هستم برادرای عزیز و محترم که همیشه در این مسائل هیچ وقت سطحی نگیرین و اکثرا فتوا ندین و اکثرا زود سوالای مردم رو جواب نگوین. هر کسی که هر چیزی میگه این مشکل است. یک نفر میگه استاد والا فلان نفر نیمه نکاح کرده خانه‌اش اشتک شده، من چطور کنم؟ من گفتم والا مشتوکا کبر در بغل مولوی که نیمه نکاح کرده بگی حلال زاده تا نگاه کن. ما خو میگیم که نیمه نکاح نکنین، ما خو میگیم که در نیمه نکاح در اسلام نیست، ما خو میگیم در اسلام شیرینی خوری نیست. تو میگی نه هست، یعنی نکاح کردی و برای بچه غیر مستقیم تلقین میکنه که وقتی که نکاح شدی خانمت شد دقیق بر تو حلال است. این حالی بچه جوان میره خانه نامزاد خود، وقتی که خانه نامزاد خود رفت این به این اعتقاد است که مولوی صاحب برای من چی کرده؟ نیمه نکاح کرده، یعنی کارای نیمه نیمه کرده میتونه. یک دفعه صاحب نیمهش خطا میخوره چی میشه؟ مکمل میشه. باز میگه صاحب رو چطور کنم؟ ما گفتم ما تفلک لاوارث شب بر در بغلم مولوی پرتو که بگو تو سبب شدی که همین کارا کردی. پس این حال مرا وقتی که میگه نیمه نکاح بگو، من میگم من نمیکنم. والا من خفه میشم، خفه میشی برو خفه شو، من میرم خیلی مرا به اجازه بدید من به اتاق دیگه هیچ کتمه گپ نزنین، برین خودتون بکنین. اما مرا که میگه من نیمه نکاح نمیکنم، چرا؟ من میفهم که عواقبش چی است؟ زنا هست. وقتی که یک مرد نامحرم با یک زن نامحرم در یک اتاق داخل میشه، سومش کی است؟ شیطان است. یا سه نکاحش بکو دختر برش بده ببره خلاص، یا بگو که این نامحرم است خلاص که بچه بفهمه برش بگو که دست دادن تام ناروا هست. تو میگی نه نیمه دست دادن رواست و شیشتن علاده است و باز خوشو جانش رو میبره در بین خانه، داماد خود از خاطر او یک سیب آورده دم چشم از او بازو گرفته، بازی رو میبره خارج میمونه، بازیگر از باز برای ما ترنگ زنگ میزنه که والا صاحب من این رو چطور کنم؟ من والا صاحب ما ایره اونم کسی که برای توی نمی نسخه را داده ببر پیشونمو که اونمو چیز سره بگیر. این حال بعضی مسائل شرعی نمی قسم است، یکی ظاهر عادی و رواجیش است، یکی آینده از او هست، یکی نتایج از او هست. این نتایج خطرناک میده. به هر صورت اقسام استعانت که استعانت مشروع هست، استعانت مشروع و یکی استعانت غیر مشروع. استعانت مشروع چی است؟ استعانت گرفتن اول از خالق متعال است که انسان از الله استعانت میگیره و من مثالش هم براتون گفتم. دوم قسم استعانت از مخلوق است در عالم اسباب. عالم اسباب ما شما فهمیدیم و استعانت خواستن یا کمک گرفتن از یک انسان است در چی؟ در عالم اسباب است. شما استعانت میگین از یک نفر قلم تا بر ما بده، کتبتو بالقلم، ای باب ای بیره چی میگن؟ میگن ای باب بیل الاستعانه در درسای نحو میگن. یعنی چی است؟ من نوشته کردم به واسطه چی یا به کمک کی؟ قلم. پس چی است؟ عالم اسباب است. شما پیش دکتر میگین چی است؟ استعانت از مخلوق است. دکتر کی است؟ مخلوق است، لکن در عالم چی است؟ اسباب است. تداوی میکنین، معالجه میشین، پیش استاد میرین، درس میخوانین، این کلش این موضوعات میشه مربوط به چی است؟ پیش یک استاد میرین براتون درس میتن، استعانت از درسش میخواین. تو میای پیش من درس میخوانی که استاد بر من توحید تشریح کن، اما بر من 12 به شب زنگ میزنی که استاد من که خداوند میخوایم گپ بزنم که خداوند توبه دارم، من برادر در اینجا که هست اینجا من بین تو بین خالق واقع نمیشم. درس من برات میدم اما تو خودت با خالقت مستقیما چی بگی؟ ارتباط بگی. این استعانت در عالم اسباب چی است که آدم از اسباب و وسایل دنیوی برای رفع مشکلات خود کار میگیره. پیش دکتر میری، پیش دریور میری، از هر کس از خیاط کل ما شما در عالم اسباب کار میکنیم. مثلا من پیش سلمان میرم سرم تیار میکنم، پیش گلکار میرم خانه ما جور میکنم، پیش نجار میرم برام الماری میسازم، پیش خیاط میرم بر لباس میسازم. این چی است؟ این استعانت در چی میگن؟ در عالم اسباب است و این کلش مشروع هست و هیچ کدام مشکلی نداره. خب
این حال استعانت در عالم اسباب هم که از مخلوقات است، این هم باز در بین خود سه قسم است. همین استعانت از مخلوق در عالم اسباب بازی میگن سه بخش داره. یکی استعانت در نیکی هاست، مثلا میگه و تعاونوا علی البر و التقوا، استعانت در کارهای خوب است. دوم استعانت در کارهای زشت است که از مخلوق میگیری، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیگه این چی است؟ استعانت. و قسم سومش هم استعانت در مسائل مباحات است که بهش میگه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. خب این حال استعانت از خالق بود، استعانت از مخلوق بود. سوم قسم چی است؟ استعانت مشروع. استعانت از اعمال معنوی هست، از اعمال معنوی هست. استعانت در اعمال معنوی. اعمال معنوی چی قسم؟ واستعینوا بالصبر والصلاة. پس این هم استعانت مشروع هست. یک دفعه استعانت از الله گرفتی در امور مافوق اسباب، استعانت از مخلوق گرفتی در عالم اسباب، دیگه استعانت گرفتی از اعمال نیک خود. چه قسم؟ واستعینوا میگه کمک بگیرین به صبر و صلات. سر تو یک مشکل آمد، چه قسم کمک میخوای از معنویت از اعمال نیک خودت؟ اول صبر میکنی، خود صبر تو رو چی میکنه؟ کمک میکنه که تو عاجل اقدام نکنی. و صلات چی است؟ که میری نماز میخوانی، سجده میکنی و مشکل تا بر الله میگی. پس این قسم سوم استعانت مشروع هست. خب قسم دوم استعانت چی بود؟ یکی مشروع بود، دوم چی بود؟ غیر مشروع. غیر مشروع این استعانت غیر مشروع هم سه قسم است. یکی استعانت از مخلوق در عالم مافوق اسباب است. این غیر مشروع و حرام و شرک و کفر است. استعانت از مخلوق در عالم چی؟ مافوق اسباب. چرا؟ ما گفتیم که الله جل جلاله چی میگه در مافوق اسباب؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس اناله وقتی که الله یک چیز را اراده بکنه بر از او میگه شو، میشه. اناله تو میخیزی اراده الله را به مخلوق میتی، میگی که اگر مخلوق اراده بکنه که این کار شوه، میشه. پس چی شد اینجا مشکل؟ که اونمو اراده الله را، صفت الله را که کن فیکون است، این برای کی داد؟ به یک مخلوق داد. اینی استعانت نامشروع هست، ناروا هست و غلط است. متوجه شدین؟ خب دوم قسم استعانتی که نامشروع هست، استعانت از مخلوق در امور غیر مشروع. یعنی این هم ناروا هست که تو از مخلوق در کارهای نامشروع کمک میخوای. مثل چی است؟ مثل استعانت گرفتن از جادوگران در تداوی. این حال برادر عزیز فکرتان باشه، جادو میشه، جادو تأثیر خود داره. یفرقون بین المرء و زوجه. حالا برادر که پیشتر مثلا سوال کرد که بعضی وقتا منفعت میگیره، صحیح نه؟ سوال کرد نکرد؟ کرد نکرد؟ حال کجاست؟ همین کسی که سوال کرد کجاست حاله؟ مشکل نمیاد که در وقت اصلی درس بیرون میریم، گفتیم وقتی که سوال میکنه اینا جای درس آمده کجاست؟ نیست. دوادی درسش نیست. باز اینال دیگر روز که باز کوثر سه آمد باز سوال میکنه. اینال استعانت از مخلوق در امور غیر مشروع. اولش چی بود؟ استعانت از جادوگراست. آل جادو تاثیر داره نداره؟ داره. اینال مثلا یک نفر بیدین است، میخواد که این نفر خانم خود طلاق بکنه، صحیح نه؟ اینال وقتی که به جادوگر رفت امی برش امی کار کرد نکرد، حال برای این منفعت شد نشد. پس آیا هر وقتی که یک چیزی بر ما منفعت میاره اون منای زیر میته که او جایز است؟ یک نفر شراب میفروشه، از شراب فروشی خود مای 50,000 1 لک آید میکنه. تو میری کار میکنی دکانداری مای 10,000 پیدا میکنی، شراب فروش مای چند پیدا میکنه؟ 50,000. آیا منفعت از او منای زیر میته که برش حلال است؟ این حال بعضی اوقات است متوجه باشین که در مسائل اعتقادی وقتی که برای یک نفر یک مشکل پیدا میشه، راه حل دو راه داره. دو راه حل داره. یک راه حل مثبت است که عقیده حفظ میشه و یک راه حل منفی است که حل برات میه لکن عقیده از دست دادی. یک نفر دندانش درد میکنه، میره پیش یک دلاک، میگه این دندان مرا بکش. این انبور رو میگیره، این دندان از زیر چی میکنه؟ میکشه. لکن این خود دندان درد شدگیش خمیل فعلا تسکین شد، دندانش کشید.
لکن یک مواد این دان ازی تورم میکنه و میره پیش دکتر. دکتر میگه که امی وسایل از این نفر چی بود؟ میکروبی بود. همون لحظه آنی بر تو فایده کرد، لکن بر تو اینمی دندان تو تعلق به اعصاب داشت، رگ اعصابت را قطع کرده و این میکروبی شده و این شده و این شده. تو باید گپت به $10,000 مصرف میرسه. این حال انسان هوشیار پیش از دلاک نمیره، میره پیش دکتر متخصصی که او دکتر متخصص هم دکتر جلدی نباشه. پیش دکتر حیوانات هم نمیره که دوا میته وترنر. پیش دکتر متخصص دندان میره و او دکتر برش پچکاری میکنه، دستکش دستای خود میکنه و آستای که دیگه مثلا مواد ضد عفونی میکنه و بالاخره باز دندان از زیر میکشه، باز دوا میتهش، باز برش نسخه میته، برش رخصتش میکنه. اینا نمیخوایم که در دندان دردی بسیار مردم مشکلات پیدا میکنن. این میخوایم در عقیده هست. یک نفر برش یک مشکل پیدا میشه، میره پیش جادوگر، میره پیش یک فالبین، میره پیش یک آدمی که او چیزیست. آنن او میتونه برش یک کار بکنه. لکن جادوگر چی کرد؟ جادوگر مشکل تو رو در چی طور مبتلا کرد؟ تو رو در شرک و در کفر انداخت. چرا؟ وقتی که پیش جادوگر داخل شدی، جادوگر اول چیزی که کاری که قراردادی کرده تا وقت انسان جادوگر نمیشه تا که سر قرآن لغت نکنه. پس تو هم وادار میسازه کنه اما جادوگر در زیر یک جادوگر گیر کردن، بالاخره که اتاق خزیره کشف کردن، اعتراف کرد، گفت قرآن کجا ماندی برام؟ بکش قرآن. اما نفرا میفهمیدن، گفت بکش در کجاست قرآن در اتاق تو. خب بالاخره اینه که یک چند سیلی کش کردن و گفتن عاجل برقه بکش. گفت بیاین برو اونجا دمین دروازه، دمین زیر پای که نو داخل میشین، قرآن شریف دفن کردن در خاک دروازه. و هر کسی که پیش جادوگر میره چی میکنه؟ با دو قدم خود سر قرآن چیز بشه. دیگه جلدای قرآن گفت دیگه کجاست؟ بکش تو قرآن شریف حتما در اتاق است. گفت ورن سر در زیرخانه برین. در زیرخانه 10-20 بیل مرداری و کثافت انداخته و امروز جلد قرآن هم مانده. چرا که جادوگر تا وقتی که قرآن توهین نکنه، نام الله را توهین نکنه، این نفر رفت پیش جادوگر و جادوگر برازی به اشکال جادویی یک کار کرد. این حال عقیده زیر خراب کرد و مریضش جور شد. یا یک نفر سر جن شیشته، جن شیطان است، آمد یک نفر آزار داد، بلند میگه که این گپ هم میزنه، اس مریض کو اردو گپ میزنه. من خودم دیدم کتشان اس مریض کو لیلو زیارت میں اور ادھر حلوا کرو، ایک بقری کو حلال کرو. این نفر میگه اون جندایش گپ زد. تو در بند فرانی زیارت هستی، تو اونجا بر یک دیگه حلوا پخته بکن و اونجا گوسفند ذبح بکن. این حال وقتی که میره دو پیش دو زیارت و گوسفند ذبح کرد، این مشرک شد. هدف شیطان چی است؟ مشرک ساختن تو است. پس این رفت اونجا مشرک شد. اما مریض جن زدگی چی شد؟ جور شد. چرا؟ همون جنده که میخواست اینمی کار بکنه کار شد. پس این نفر آمد که اینه من جن داشتم رفتم در فلانی زیارت، اینی گوه حلال کردم، اینی گوسفند حلال کردم، وقتی که ذبح کردم همین مریض ما چی شد؟ جور شد. این حال این جن نداره طریقه شرعی و اسلامی که این جن جور شود. اگر پیش یک عالم خوبه که ببره که قرآن بخونه، او جنش گپ میزنه و حتی برش میگه که مسلمان شو. حتی من کسایی را میشناسم تا وقتی که عقیدهش خراب بوده در خانهشان جنها بوده، وقتی که عقیدهش جور شد خانه جن من نیست. عقیده خراب بود، جن کاملا مسلط به سر کلگی. تو تعویض بده، تو شاگردی تعویضگر بکن، تو پیسه بگی، تو فلانی بگی. وقتی کل از عقیدهشان خوب شدن، خوب تو سلفیای تککی شدن، نه جن دست نیست. خانه مو خانه. جن فهمید که علی مردم چی شده؟ عقیده چی شده؟ جور شده. لکن دیروز عقیدهش خراب بود. پس از ضعف عقیده تو استفاده میکنه. از این خاطر یکی از استعانت است از جادوگران. این حال جادوگرها که است، دو قسم جادوگر ما داریم. یکی جادوگر است که جادوگر اصلی هست که او کت شیطان معامله داره و این در افغانستان بسیار کم است. در بین اون دوست یگان تا و در بین کسایی که خدا مسلمان میگن، در بین از هم شاید مثلا اگه پیش 100 نفر بری که تو فکر میکنی که تعویض میته و جادو میته، از بین 100 نفر اگه 2 نفر از هم تو جادوگر چی باشه؟ مسلکی که کت جن کت شیطان مستقیما ارتباط داره و کافر است.
98% دیگه از چی است؟ از کتاب هایی که امی جادوگران نوشته کردن از او استفاده میکنن و خودش خوب خود دیندار فکر میکنن، با تقوا فکر میکنن، دشمن شیطان خود فکر میکنن، اعوذ بالله هم میکنن. لکن کار شیطان میکنی نامت ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. این بیچاره چی مشکل داره؟ این به خاطر اینه که اولادی یک آدم خوب است، از یک خانواده خوب است، پدرش یک آدم خوب بوده، پدر کلانش یک آدم خوب بوده، آل برزی اینمی چیز از پدر کلان یک وسیله میراثی عایداتی مانده، وسیله عایداتی میراثی است. پس ما از این خانواده هستیم، برای ما پیسه میایه، مردم میایه، خلاص نشته میکنیم چی است. پس این نفر در عقیده معلومات نداره، این میره چی میکنه؟ از چی استفاده میکنه؟ از کتاب هایی که در پیش پل خشتی اونجا چاپ شده. کدام کتاب است؟ تمتم هندی. از این تمتم هندی وقتی که یک نسخه نوشته میکنه اون مردکه جور میشه، اما این نمیفهمه که اینمی تمتم هندی، اینمی الفاظی که دایی از چی است؟ الفاظ شرک است، نوشته است اما چطور 100 نام شیطانی، باز یک جدول است نوشته کرکبیل، خرخبیل، نرنبیل، جرجبیل، فلانی و طرف. وی چی هست؟ وی پیشمه اینجا هست، اگر پروژکتور می بود ما براتون نشان میدادم. این نفره که بیچاره مشکلش چی است؟ این خوب آدم است، این بیدین نیست، هدفش کفر نیست، لکن کل هدفش چی است؟ پیسه هست. مثلا از خانواده فلانی نفر هستم و پیسه من بر من میرسه، بنابراین من تعویض میدم. این عقیده رو نمیفهمه، این الفاظ کفری رو غیر مستقیم نوشته میکنه. جانب مقابلم در چی میپرده؟ در شرک میپرده، جانب مقابل در کفر میپرده و خودش میگه نه من حاجی هستم، من مولوی هستم، من با تقوا هستم، من مجاهد هستم، من تهجد میخوانم، من نماز میخوام. این ما بالفعل دیدیم. این کافر قصدی نیست، مشرک قصدی نیست. این چی میشه؟ با اساس جهل که داره، چون عقیده را نمیفهمه و کس برش نگفته، خلاص اینه میخواستم وقتی که نو کی تولد شده صاحب چی است؟ بر از این لنگی بسته کردن، وقت نامشون از ملا فلانی خان آخر. این میگه که من ملا هستم، من عالم هستم، من اولاده پیغمبر هستم، من آقا صاحب هستم، من شخصیت خوب هستم و واقعا خوب آدم است. لکن خوب آدم است، لکن شیطانی رو چی کرده؟ در شرک مبتلا کرده، الفاظ کفری رو نوشته میکنه. این حال وقتی که یک نفر نافهمیده کافر میشه، آیا بیخبری از قانون عذر پنداشته میشه؟ یک نفر میخیزه فکایی میگه سر خدا، فکایی میگه سر پیغمبر. یک نفر خیز صحابه و پیغمبر یار دشنام داد در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. مردم برش گفتن تو چی میگی؟ تو صحابی پیغمبر رو دشنام دادی. وقتی که گپ به پیغمبر رسید آمد گفت یا رسول الله صلی، از کمربند شتر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ماکم گرفت و برش میگفت که انما كنا نخوض و نلعب. ای پیغمبر صلی، ما مذاق میکردیم، ما ساتیری میکردیم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سر شتر سوار است و آیت قرآن برش میخوانه قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمانکم. تو سر الله رشخند میزنی، سر پیغمبرش خند میزنی، سر صحابهش خند میزنی، کافر شدی بعد از ایمانت. درست بود که مسلمان بودی، امیر رشخندی تو نیست. ما رشخندی مذاق میکردیم. در هر چی مذاق داریش بابا مذاق، در هر چی مذاق سر خدا و سر پیغمبر و سر قرآن و سر صحابه مذاق. ای چطور ایمان تو داری که تو رو جرأت میده که تو دی باره مذاق بگویی؟ اینی مشکل است. این میگه من خود از خاطر پیسه ای کارم میکردم، من خود به خاطر منفعتی کارم میکردم. اما ای به خاطر منفعت نیست، منفعت تو چیز نیست. تو مردم در شرک مبتلا کردی، تو مردم دعوت میکنی که بیار گوسفند ببر از زیر پای فلانی مخلوق بکش و او ذبح به غیر الله هست. و تو وقتی که تو مردم به شرک دعوت میکنی خود در شرک مبتلا شدی. او 100 نفر 200 نفر 500 نفر کسایی که گپ تو را قبول کردن و به خاطر احترام تو رفتن گاو گوسفند آوردن و اونجا چی کردن؟ در مقابل مخلوق ذبح کردن. پس تو رو در شرک مبتلا کردی.
او در روز قیامت از یخن تو میگیره و تو را به می قسم نمیمانه. این حال عقیده توحید، این حال اینی دقایق خدا داره که انسان مسلمان باید بفهمه، ولی من خبر ندارم. این حال استعانت گرفتن از کاهن، استعانت گرفتن از فالبین، این از چی است؟ استعانت غیر مشروع است. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه کس پیش یک فالبین، شما میبینید مثلا یک نفر یک کتابک مانده، یک چند تا دانه کم سایر قسمی میپرته، با این سفر رو میبره، چی نامت؟ میگه که بلبل شاه. خب بلبل شاه نشته است، بلبل شاه روز چهارشنبه زن میکنی، روز پنجشنبه زنت میگروزه، در بین دو جمعه میموری، در بین دو جمعه ای توی میکنی. دیگه اینجا آمده که مثلا وقتی که 40 ساله شوی صاحب 7 تا اشتک میشی. این می حکمش چی است؟ همین حکمش چی است از نگاه عقیده؟ از نگاه عقیده رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه کسی پیشرامت فالبین عراف کاهنه که از این چیزا گپ میزنه و بر تو از غیب خبر میده، پیش ازی میره، میگه و مجرد شیشتن پیش ازی 40 روز عبادتش نابود میشه. ما این بارک رمضان روزه گرفتی، باز رمضان 6 روز دیگه هم چی کردی؟ ششک گرفتی. صحیح نه؟ 3 روزی دام به خاطر ذات خداوند خوب آمد تو ایدی کردی و دوستی کردی و چی کردی؟ ایران گفتی باشه عبادت تیر شوم. 30 جمع 3 33، 6 روز دیگه هم چی کردی؟ ششک هم گرفتی، 39 روز شد. روز 40مش از پیش سینمای پامیر تیر شدی. دیدی کنم قرار یک نفر شیشه گفتی بیا میری یک دهی بتم تو بگی یک فالم ببین. چی شد؟ از نگاه شرعی چی شد حکمت؟ 40 روز عبادت چی شد؟ شفت دلیت. گلم از جمع شد.